500 600 تومان هزینه میکنی بابت این سبدا، وقتی میتونی با 70 80 تومان خودت سبد هچری درست کنی. دیگه چطور؟ با استفاده از این سبدا که به سبد حمل لبنیات معروفه و کارخونه ها دارن، اما ممکنه به من و شما ندن. شما باید از نماینده هاشون که ماشینای نیسانی حمل شیر هستن و تو سطح شهر زیاد میبینی، شماره شون رو بگیری، یا خودش داره بهت میده یا برات از کارخونه تهیه میکنه. نوع این سبدا هم 100 خردی قیمتشه، ولی نیازی به تهیه نوع نیست، همین دست دوم جواب کارتو میده. تنها مشکلی که این سبدا داره این شیارای بزرگی که کف این سبد تعبیه شده و موقع حج جوجه ها پاشون تو این شیارا گیر میکنه و باعث فلج شدن و کبودی پای جوجه ها میشه. بابت اینم راه حلش از این توریاست و اینا رو برش میدی، اندازه دلخواه خودت کف این سبدو میچینی. زمانی که تخم قازات جیک زد کف این سبدو میچینی، میفرستی تو اتاق هچر. بعد از هچ هم قشنگ قابل شستشوی در میاری و با کارواش میتونی کلا اینا رو بشوری. سالیان سال هم برات کار میکنه، چیزی که خودم 4-5 سال اخیر دارم از این استفاده میکنم.